در ویدیوی قبل درباره علائم و روش‌های پیشگیری از نفخ شکم صحبت شد. اما اگر شما هم به دنبال درمان قطعی این مشکل هستید، این ویدیو مخصوص شماست. در این ویدیو بهترین و ساده‌ترین روش‌های درمان خانگی نفخ شکم رو به شما معرفی می‌کنم. یکی این که غذا رو کامل بجوید، چون باعث هضم آسان‌تر غذا میشه. حتی سوپ‌ها و غذاهای نرم رو هم سعی بکنید که بجوید. برای برطرف شدن نفخ از نعنا استفاده کنید. به هر شکلی که در دسترستون هست از نعنا میتونید استفاده کنید. مثلا عرق نعنا، قرص نعنا، پودر نعنا و حتی میتونید به صورت دمنوش و سبزی نعنا از اون استفاده کنید. استفاده از زیره سبز و زیره سیاه به عنوان چاشنی غذا. البته زیره سیاه اثر قوی تری داره. بعد از غذا کندر بجوید. کنار غذاتون سبزی استفاده کنید. سبزی ها همگی ضد نفخ هستند، مانند ریحان، گلپر، مرزه، جعفری، شوید، آویشن، زنیان، هل، تره که هم میتونید به صورت سبزی و هم به صورت پودر سبزی و یا دم کرده اون استفاده کنید. قبل و بعد از غذا خوردن مقدار کمی نمک طبیعی بچشید. چشیدن نمک طبیعی باعث گرم شدن و ضد عفونی کردن معده میشه و سبب پیشگیری از نفخ معده میشه. حبوبات رو بدون پوست مصرف بکنید یا اینکه یک شب در آب بخیسونید و بعد آبش رو دور بریزید و سعی بکنید که حبوبات رو با مصلحاتش استفاده کنید. مثلا عدس رو با گلپر، نخود رو با زیره. بعد از صرف غذا برای گرمی معده و همچنین هضم آسان‌تر غذا میتونید یه ترکیبی از این 3 تا ادویه رو داشته باشید. یک مقدار مناسبی از نمک طبیعی، سماق و آویشن رو با هم مخلوط داشته باشید و همیشه بعد از صرف غذا به اندازه یک قاشق چایخوری میتونید از اون میل بکنید. حتی اگر آویشن در دسترستون نبود میتونید از ترکیب نمک و سماق هم بعد از غذا استفاده کنید. اکثر افرادی که معده سردی دارن متاسفانه کبدشون گرمه. پس بنابراین باید از ترکیبی استفاده بکنیم که ضرری به بدن وارد نشه. میتونید از ترکیب رب انار محلی و مقدار کمی نمک طبیعی استفاده کنید. رب انار محلی به دلیل اینکه طبع ملایمی داره برای گرمی کبد ضرری نداره و همچنین نمک طبیعی هم به خاطر اینکه طبع گرمی داره برای سردی معده درمان مناسبیه. برای پیشگیری از یبوست و نفخ پیاده روی و ورزش مناسب در طول روز داشته باشید. اگر مبتلا به زخم گوارشی هستید، 1 ساعت قبل غذا 1 قاشق مرباخوری روغن بادام شیرین اصل مصرف کنید که مانند پانسمان کردن زخم گوارشی عمل میکنه. در طول روز هم سعی بکنید دمنوش‌های ضد التهاب مانند دمنوش گل ختمی، گل بابونه و بومادران مصرف کنید. اگر مبتلا به عفونت معده و هلیکوباکتر هستید، 1 رژیم 3 روزه شربت عسل و لیمو ترش تازه میتونه خیلی کمک کننده باشه. در شبانه روز این ترکیب رو استفاده بکنید و دیگه چیز دیگری در این مدت 3 روز مصرف نکنید. اگر التهاب و زخم معده دارید، توصیه میکنم که این دمنوش رو حتما استفاده کنید. در 1 قوری کوچک نصف فنجان عرق نعنا، نصف فنجان گلاب بریزید و بعد 1 قاشق مرباخوری بارهنگ به اون اضافه کنید و اجازه بدید که این بجوشه و بعد موقع میل کردن همراه با کمی عسل میل کنید. این دمنوش رو میتونید به مدت 40 روز و هر روز 2 مرتبه استفاده بکنید. اگر هم مشکلتون زیاد حاد نیست، فقط 1 بار قبل از غذا خوردن استفاده کنید. اگر هم مبتلا به نفخ معده هستید، این دمنوش رو میتونید نیم ساعت قبل از خواب و همچنین قبل از غذا خوردن میل کنید. و اما 2 راه اورژانسی برای درمان نفخ معده.
یکی این که 4 تا 5 عدد میخک رو به مدت 5 تا 10 دقیقه به همراه مقداری آب بجوشونید و بعد با مقداری عسل میل کنید. خیلی سریع و خیلی فوری نفخ برطرف میشه. مورد بعد دیگه این که با روغن سیاه دانه و یا روغن بادام شیرین اصل دور ناف رو مانند حرکت عقربه‌های ساعت به آرامی مالش بدید. این باعث میشه که حرکات دودی روده بزرگ تقویت بشه و سبب برطرف شدن سریع یبوست و نفخ معده میشه. همه این راه ها سال هاست که تجربه شده و از نظر طب سنتی تایید شده. اگر شما هم تجربه‌ای در این زمینه دارید، خوشحال میشیم که با ما به اشتراک بذارید.